سلام و درود دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به کانال گیم کلوب. امروز اومدم با این ویدیو تا ابد مشکل آنلاین بازی کردن ای فوتبال رو حل کنم. خب رفقا، قبل از شروع ویدیو یه نکته رو بهتون بگم. خیلی از بچه ها میان مثلا توی یوتیوب بالا سر جا هم میان و میگن مشکل رو پیدا کردین، این کار رو بکنید، اون کار رو بکنید. من کاری به اونا ندارم. من تا زمانی که بهترین راه، سریعترین راه و راحتترین راه رو پیدا نکردم هیچ وقت نمیام آقا از خودم مثلا تعریف کنم بگم آقا راهشو پیدا کردم، اینجوری بکنید اونجوری بکنید. شما را وقت میذارید، حالا باید واسه بینندم ارزشگار بود. حالا کاری به این کار ندارم. من رفتم امتحان کردم چند باری، آقا دیدم بعضیاشون 2 روز میاره دیگه نمیاره، بعضیاشون پینگ بالایی داره اصلا نمیشه بازی کرد، بعضیاشون کلا نمیاره. نمیدونم چرا این همه وقت میذارم واسه ویدیو هیچی به هیچی. این فوتبال هم یه جوریه که آقا باید پینگ پایین باشه بازی کنی. مثلا کالاف و پابجی یه جوری هم با پینگ معمولی میشه بازی کرد، ولی این فوتبال نمیشه آقا، باید پینگ پایین باشه. مثلا تو بازی حساس پاس میدی یه دونه به عقب، پاسو میخوای ایستار کنی دی پاس میده، باید میگیره میزنه تو گل، اصلا آدم خیرت میشه دیگه. این چه وضعشه؟ خب دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم، حالا بریم سراغ ویدیو. رفقا، قبل از اینکه بریم اول اینم توضیح بدم بهتون که خیلی مهمه. وقتی میخواید تو ای فوتبال آنلاین بازی کنید، برید به تنظیمات، اونجا یه گرافیک نوشته، روش بزنید. میبینید که من گرافیک استادیوم رو استاندارد گذاشتم، گرافیک پلیر رو استاندارد گذاشتم، ولی FPS هم رو 15 گذاشتم. چرا؟ چون آقا وقتی داری آنلاین بازی میکنی هرچی FPS پایین تر باشه سرعت بازیت بیشتره، ولی وقتی FPS بالا باشه سرعت بازیت میاد پایین تر. پس وقتی میخوای آنلاین بازی کنی FPS بهتره رو 15 یا 20 باشه. حالا من 15 واسه تون پیشنهاد میکنم. اما وقتی میخوای آفلاین بازی کنی میتونی یا با FPS 60 هم بگیری ازش، حالا استادیوم و پلیر و اینا رو هم بذاری رو هارد، حالا خودت میدونی. ولی تو آنلاین بازی کردن حتما FPS رو 15 یا 20 باشه. خب رفقا، روشی که میتونم بهتون بگم خیلی ساده است. حالا اکثرتون که با مایکت آشناییت دارید. حالا او چند درصدی هم که مثلا مایکتون نمیشناسن این چیزا میتونن از گوگل پلی دانلود کنن یا تو گوگل سرچ کنن دانلود کنن. حالا هرچی. خب وقتی میریم تو مایکت فقط کافیه یه دونه سرچ کنید برنامه افزایش سرعت بازی. وقتی اینو سرچ میکنه میبینید چند تا فیلم میاره. حالا همشون خوبه نه، ولی من این برنامه رو از همشون بیشتر میپسندم. حالا میزنیم روش، نصبش میکنید. حالا اگه توضیحی تا این نصبشه بهتون بدم. رفاق این برنامه چیکار میکنه واسهتون؟ این میاد اول سرعت معمولی که خود بازی داره رو واسهتون افزایش میده، پینگتون رو کاهش میده، حافظه پنهان رم گوشی رو واسهتون حذف میکنه که بهتر بتونه بازی اجرا کنه واسهتون، و از هوش مصنوعی واسه زمان‌تر شدن بازی استفاده میکنه. یعنی فوق‌العاده است برنامه. من الان 2-3 ماهی دارم استفاده میکنم، خیلی راضیم ازش. نه تنها ای فوتبال، همه بازی هایی که آنلاینن میتونی از این برنامه استفاده کنی. خب رفقا، الان که برنامه واسمون دانلود شد میریم داخلش، برنامه رو باز میکنیم. اینجا یه دونه اد گیم نوشته، میزنیم روش. هر کدوم از برنامه یا بازی های فقط ای فوتبال نیست، هر کدوم که میخوای واسه جوانتر اجرا بشه میتونی اینجا از این برنامه استفاده کنی. حالا ما ای فوتبال رو میزنیم، برنامه رو وقتی بازی اسکن کرد خودش یه پلی میاره، میزنی خودش مستقیم وارد میشه. خب حالا ببینیم حریف واسمون پیدا میکنه یا نه. خب رفقا، همونطور که دیدید حریف واسمون پیدا شد.
یه چیزی هم بهتون بگم، وقتی شما این ویدیو رو میبینی نه لایک میکنی، نه ساب میکنی کانال ما رو، نه حمایتی، نه چیزی. دقیقت داداش من زیر ویدیو ننویس آقا دروغه، نمیدونم این ویدیو مثلا علکی بود، کار نکرد. شما اگه کارهایی که من گفتم رو بکنید راحت واسه تون بازی اجرا میشه. اصلا لزوم به این کارا نیست داداشم. بعدشم من اینم بگم که من رو همراه اول این انتخاب کردم. یعنی تو ایران اگه بخوای یه بازی آنلاین انجام بدی باید با نت همراه اول بدی، چون پرسرعت ترین اینترنت من نت همراه اوله. چاره ای نداریم. با اپراتورهای دیگه هم خودتون امتحان کنید، شاید کار کرد. الان من نمیدونم، ولی من همش با همراه اول بازی میکنم. به شما هم پیشنهاد میکنم که حتما با نت همراه اول بازی کنید. خب ممنون دوستان که ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم به دردتون خورده باشه. اگر ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو ساب کنید تا واسه ویدیوهای بعدی پرانرژی‌تر برگردیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.